یه لحظه احساس کردم من خالد شادونم دارم برنامه اجرا میکنم. انقدر که زیبا صدای کودک درونتون دریافت کردم. کودکای درونم کودکای درون قدیم به جون خودم. امین حیایی میگفت مدتی کودک درونم انقدر بیشعور شده به ندای درونم شماره میده. چه اوضاع خطرناک. خیلی خانم‌ها با آقایون فرق میکنن. مرد SMS زد برای خانومش عزیزم از پله‌های اداره افتادم پایین، در حالی که بیهوش بودم خانم شاکر دوست من رسون بیمارستان، الان تازه به هوش اومدم، میگن احتمال ضربه مغزی هست، کتفم شکسته، 2 تا از دنده‌هام خورد شده، اما نگران نباش الان بهترم. جواب زن چی باشه خوبه؟ خانم شاکر دوست کیه؟ نگاه نمی‌کنه. اینو گفتم تا بهتون بگم که موفق ترین بازیگر بانوی کشور یعنی خانم الناز شاکر دوست در جمع ما هست.